عزیز، هفتم یونیو سال 2026 میباشد. قرار داریم در نزد دستگاه آبی پمیدور فشردنی آقای عبدالزاده. آقای عبدالزاده، السلام علیکم. خوش آمدید به گروه انگور و باغ. آقای اسکندر، با تشکر از شما و کانال خوبتان، کانال انگور و باغ. بعد امروز برای این دستگاه آب پامیدور یا آب گرجه رو میگیره. آب پمیدور، آب گرجهش چی است؟ گرجه شما میگین پامیدور، ما میگیم گرجه. همین پمیدور گرجه میگید شما. بله. بعد در هر ساعت حدود 700-800 کیلو، از 500 تا 700 کیلو آب گرجه رو بلند گوید. بله، از 500 تا 700 کیلو آب گرجه رو میگیره. آب پمیدور رو. بله، آب پامیدور رو میگیره و این با برق خانگی کار میکنه. نگاه کنین الان در خانه هستیم، با همین برق خانگی تمام اینها همه نیجویک یا استیل هست، با جنسای بسیار خوب، زنگ نمیزنه، ویران نمیشه و بسیار متریال بسیار عالی و خوب. آقا، این دستگاه رو خود شما آماده کردید؟ بله، کار من همینه، ساخت آپارات ها یا ساخت دستگاه های روغن کشی و آب پامیدور. اونا هم که مال آب گرجه، آب انار دون میکنه و آب انار میگیره. آب انار میگیرد. دوستان عزیز، آقای عبدالزاده این اپرات رو نیم سال پیش اینجا مانده رفتگی بود، نو آمدن از ایران. این آب پمیدور میگیرد، از اینجا باز این دوام دارد، نوکش نیست، این دوام دارد. باز ما یک سر دادیم، کمی آب گرفتیم، باز رو میبینیم. آقای عبدالزاده پیش از اون که کار سر کردیم، این آوازش بالا میشد. وقتی که من باز دارید گفتم، باز دارید استارت آب. کیپویا دیدم آقا، کیپویا خاموش کنید آواز. آقای عبدالزاده، دیدم این رو در چی استفاده برده می شود؟ اینش اصلا برای دام خوبه، برای حیوان. برای حیوان. بله، ببینید این دیگه قشنگ خوش پاک. از این دانش رو همچون دان گرفته تخمی کرده می شود؟ دیگه اینا برای حیوان میخوره. نه دانش رو گرفته برای بعد اگه بگیرین دانش هم میشه برای کاشت بعدی استفاده. این آبش رو در چی استفاده بردن ممکن است؟ آب شده، این آب رو همین در روی دیگ میجوشونین، طمع درست میشه. یک طمع بسیار اورجینال خوب. و اینجا چی انداختن در کار؟ با نمک انداختن در کار؟ یک کم نمک، فقط یک کم نمک. روغن در کار نیست؟ در آخر یک کم روغن هم بهش اگر اضافه کنین خوبه. خوب است. تماتی عالی جناب می شود. طمع ارگانیک و بسیار خوب. ارگانیک و بسیار خوب. عبدالزاده، اکن جای اساسیش آمدیم. این رو شما میفروشید؟ بله. چند پول میفروشید این رو؟ این قریب 2100 2200 دلار. 2200 دلار. کدام قیمت به قیمت ایرانه، چون ما در کانال انگور و باغ میخوام که همکارا اینا چیز بشه، قیمتش به قیمت ایران حساب کردم، ارزان. باز سودا میکنید اگر خریدار پیدا شود؟ بله هستش. بله. از نام گروه انگور و باغ با سودا میکنید، درست؟ حتما. من براشون درست میکنم و با همداران عزیز، این با پول ملی، با پول سامانی فروخته می شود، برابر با قرب اسعار 2000 دلار گفته ایستادن، باز سودا میکنن. دوستان عزیز، یک دو سوال دیگه دارم. این چند کیلووات میگیرد موتورش؟ موتورش قریب به حساب 2 اسبه. 2 اسب یا 15 کیلووات. 15 کیلووات. 220 ولت. 220 ولت. با هم برق خانگی کار میکنه و تمام بدنه نژویک هست، دیگه خویران نمیشه. آقا کنی با من گرفتید من نوشم. دوستان عزیز، از آبش رو خیلی من بسم الله گفتن نوشم کنی. ببینید بسیار با بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ گونه بینید، خدا بشکر یک کرشکی کلانش خوردم من. آب پمیدور بسیار بامزه. همداران عزیزی، کمتر که نمک پرتوید اگر تماتن سوکی اوریجینال می شود که در بازار می فروشن. همداران عزیز مرحمت.
این رو چه کنیم که این کفکش نصف شود؟ خودش کفکش نصف میشد؟ اون میجوشد از بین میره. میجوشد. بله اینو من توصیه میکنم به اون کسایی که میخوان طمع بگیرن، اگه میخوان رنگ طمع سیاه نشه، سرخ خوشرو باشه، اون چیز گاز رو بلند کنن، آتیشش بلند باشه. آتش بلند باشه سیاه آتیش نمیشه. بلند باشه دیگه اون طمع سیاه نمیشه، طمع سرخ قرمز به رنگ همین پامیدور. آن در مغازه ها سوک میفروشن، تماتن سوک میفروشن و از همین چه همون سوک تماتن سوک رو استحصال کنیم؟ اونایی که مغازه میفروشن اکثرا اورجینال ارگانیک نیست و به حساب مواد افزودنی داره، این هیچی نداره. بله. ارگانیک. بله. اینجا نمک آز اضافه کنیم بسیار بامزه می شود. بسیار خوب. همدیران عزیز مرحمت، تلفن شما چند است؟ 902 72 32 96. 902 72 32 96 نه؟ بله. در 902 72 32 96. 96. در خدمت تمام اعضای محترم کانال انگور و باغ هستیم ما. آقای عبدالزاده یک جوان و همچنین تشکر. از شما هم تشکر میکنم، زحمت میکشین برای خلق تاجیکستان. انشالله خدا قوت و نیرو به شما بده. شالی که از ایران آوردیم کاری دیم آقا جان. انشالله نشان این میتیم بخیر. مردم تاجیکستان لیاقت دارن چیزهای خوب استفاده کنن. اون شالی بهترین شالی مردمی تاجیکستان و ایران این بهترین خلق است. بهترین خلق ملت است. بهترین هستند. است. آریان نژاد هستیم ما. آریان نژاد سرور تمام کره زمین، آدمای کره زمین. بله تاجیک هستند. بله. عبدالزاده ایران. یک جوان تشکر به شما. سلامت باشین.